دوره برای کسایی خوبه که خجالت میکشن برای صحبت کردن توی جمع، یا ترس از صحبت توی جمع دارن، یا از اون طرفی که کی بهشون میندازه نمیتونن جواب بدن. خب دوره چی چیزی بهت یاد داده و چرا داری ادامه؟ این دوره خیلی به من کمک کرده که ارتباط بهتری با بزرگترها و مثلا با خاله و دایی و اقوام بزرگتر فامیلمون برقرار بکنم و این خیلی برای من مهمه. چی باعث شده که دوره ادامه؟ بازی‌هایی که با بچه‌ها انجام میدی، هیجانی که تو این بازی داره. چه دلیلی داشتی که اولین دوره داری اینو یکی اینکه باعث شده بود که مثلا روی آدم باز بشه، اینکه اعتاب نفس آدم مثلا بیشتر بشه، مثلا تو جمع بتونه حرف بزنه و اینکه از حق خودش دفاع بکنه و بازیایی که میکنه اینکه آدم مثلا بتونه با همسن سالای خودش ارتباط برقرار کنه با بزرگترای خودش جوری که دوست داره، مثلا جوری که در حق اونها یعنی صحبت میکنه. بعد انتظار داریم انتهای دوره به چیزی دست بیاریم. اینکه بتونیم بهتر ارتباط برقرار کنیم، اینکه حرف زدنمون بهتر باشه، اینکه بدونیم چطور رفتار کنیم. بعد از اینکه دوره تموم شد، مزیتی که به دست میارن اینه که خیلی راحت میتونن توی جمع صحبت بکنن، خجولیشون برطرف میشه، دیگه خجالت نمیکشن و از اون طرف هم کسی نمیتونه حقشون رو بخوره.